درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم سمت استان کوهگیلوی و بویرحمت تا توی چقدر نشه داره توی این ویدیو گوشه ای از زیبایی های این استان رو بهتون نشون بدیم. سلام دوباره من پای سرم هم که رودخونه خرسان و طبیعت زیبای این منطقه. داریم میریم نزدیک سیسخ، یه روستایی است نزدیک سیسخ، روستای کریک. امشب و اونجا میمونیم و حالا یه سری جای طبیعی این منطقه رو توی این ویدیو بهتون نشون میدیم. اینجا هم اقامتگاهمون است که شب میمونیم. حالا میام بهتون نشون بدم. فقط یه لحظه وایسادیم، یه دوری زدیم بریم سمت سیسخ، چشمه میشی رو ببینیم، باز برمیگردیم. بر بلندای منطقه سیسخ پشت سرم که کوه دنا هست و این جاده هم که اینجا هست میره سمت پادنا. این هم طبیعت زیبای سیسخ. یعنی الان تصویر نداره. اینجا هم چشمه میشی سیسخ، رشته کوههای زاگرس و این هم